این درس سوم ماست درباره سیستم حساب. یکی از درس هایی که کنکرتنا سروایران کنندمون شد و همین درس سوم درباره سیستم حساب. همین آخران درسی که میشه درباره سیستم حساب میگیریم. برای چی سروایران کننده گفتستم از باید در دامی رفتی عملهای جوشیانش خون میدونیم. برای چی میگفتستم؟ خب سر کنیم. در آخران گفتادیم مثال ما انامتری عملها را چکو کنیم اجرا کرده بتونیم. مثال از ده ها را کار کرده بتونیم مثال یاد بیمیاریم. برای که یا را کار کنیم نظر به دیگه سیستمایی که ما کار کردیم مثال عددهای پر رقتی کار کردیم این از ده ها کمتر پرابلمشون وزمینه راست دیگه. برای چی وزمینه ایشان خودتون آزی خوش وقتی میفهمید. خب نگاه کنیم یکم عددی امو پر را میگیریم یعنی خودی هشته رنگ هم پیشنهاد کار میکنیم ایرم می نویسانیم مثال همین قدر. بعد اینه از ده کار میکنیم. چقدر از ده کار کار میشه؟ از ده مثال میگیریم این هشت پیشه که ما گفتیم که برای همخواه نولش میبینیم 0 از ده 5 ضربی ده میکنیم. همین ضربی ده کردیم همجان جواب یا که باید 0 شوه یا که باید 1 شوه. لیکن چقدر که میبینیم یک توغری شوه از ده نه فقط هم یک توغری باید بروره. چقدر که میبینیم اینجا جواب ما یک توغری شد برای همخواه بعد ویرگل یا یک موندیم تموم. اینجا نگاه کنیم وقتی پر را شد تقسیم میشود وقتی بعدی 0 ویرگل قطعی اومد اینجا ضرب میشود ضربی ده. همین اگر شما حاضر خوش رو خود کرده بتونید همین چیزا که خوش رو کار کردن میتونید نه که این هم گارانتی نداره که با پراگی کار کردن میتونید. برای که از میفهمونیم برای چی اینجا 0.5 0.5 کار کنیش آسان تره. اگر رفتیم این 10 مثال میگیریم 0.1 باشه انا بعد یا اینکه میتونی 14 باشه انا بعد کن کرده پرابلماتون میشه بچه. خب بقیه را میگیم از چطور کار کنم میشه. ایران مثال میگرفتیم 1 شید و نمیتونیم 1000,1. خب و نمیتونیم 1 در درجه 3 0 0 خیلی طول نمیخوره همش معلومه که 0 اینجا خودش 8 میشه. خب جمعی 1 ضرب ده در درجه مینوس 1. برای چی؟ وقتی که اینجا دا اومد ویرگل قطعی شید علاقه مینوس ها سر میشه. برای همقدر مینوس 1 برای که بعد یکیمو دیگه یکیم چی نیست مینوس 1. و وقتی این میایه یک ضرب ده در درجه مینوس 1 0.5 میشه خودش. کلکولاتور قطعی میتونیم با حساب کنیم بینیم. خب برای که این خاصیتش هم تریه. خب دوامش میده انا که اینجا 10 هم بفهمونیم تو چقدر. خب انا 10 که باشه 10 ای چند قسم دا درس تقسیمش کردیم برای که کم کرده وزن ای. خب نگاه کنیم 10 یکم تقسیم میکنیم 0 5 میمونه 1 ایش میره 0 با 1. خلاص دیگه کارمان با همین بوچی یعنی 10 ما معلوم شد یعنی چنده اینه 10 10 10 10 در سیستم حسابی دویی 10 رقمی 10 ما میشه. پرابلم بعد اینجا 1 میشه. یک نگاه کنیم ما 0.1 ضرب میزنیم 0.2 میشه. پیشای ویرگل هم میگیریم 0 پیشای ویرگل میگیریم انا که دره با ضربی دش میکنیم 4 میشه. پیشای 0 میگیریم بعد 4 هم میاریم با بعد ضرب میزنیم با همخواه 0 اینجا 0 8 میشه. 8 هم میاریم بعد ضرب میزنیم 1 از 6 میشه. 1 شم میگیریم اینجا دا میتونیم 0 از 6 اسم میگذارونیم اینجا دا با دقت باشید 1 هم اینجا دا دودیم 0 از 6 اینجا میاریم ضرب بده میکنیم با همین 1 از 10 میشه. 1 شم میگذاریم 2 را خلاص میمونیم و هم کارما رفتن میگیره. خلاص دیگه منطقه تقسیم کرده اومدن میگیریم با اینجا دا همون کارهایی که در اینجا شید علاقه نگاه کنیم درجه چی بگیم همون کار تکرار شده است. خب تکرار هیچ خیلی که علاقه شما فهمیدین یکی توغری نشید یا اینکه 0 توغری بگیم نشید است. این حسابی نشیدنش که علاقه دور سیکلی شیدن خیلی رفتن میگیرن کار کنی کن کرد نه بچه ها وزمینه. من از ضرب زمین را بزار شدم بعد یه نتیجه دامنم گفتم تو تقریبا همون تو یک هم میرم یک یعنی خشه راستی نیفتمش مختون در خونه بعد با حضور میکنین میورید. خب نگاه کنیم من ایسونیم
10 سه تا نول اومد، دو تا یک اومد، دو نولی دیگه با دو یکی دیگه. انایره انایم بالا توغری گیم نویسوندم، رنگی واش چپنه نمیگردونیم، همین راستکی خودشونو نویسوندم. انایم خیلی رفتن میگیرم. اساسش شما فهمیدن که چه خیلی باید کوشش. خب می نویسیم یک در درجه یک ضرب دو در درجه سه ایجاد دید استعمال که ما بعد ویرگول آجی کوردور نمیشه پیش ویرگول می نویسیم. نول خیلی همین خیلی در همین خیلی میویا انجام نگاه کنیم دو در درجه نول شد. جمعی نول این نولی که از ما درجه نویسیم انا این نول یکم نولی که اینجا سر میشه. خب دومش نگاه کنیم ضربی ایجاد اهمیت به مینوسی اگه انا خیلی میروم مینوسی ده. خب مینوسی سه، مینوسی چهار، مینوسی پنج، مینوسی شش، مینوسی هفت، مینوسی هشت، مینوسی نه، مینوسی ده، مینوسی یازده، مینوسی دوازده، مینوسی سیزده. خب ما تا مینوسی سیزده را کار کردم. خیلی اینجا او اگر به این طرف نگاه کنیم هشت میشود. خب اینجا هشت میشود، ایش نوله، ایش دو میشود، خودش هم خطی دایی توبر میشود. خب انا این مینوسو اینا مینوسی یکمی مینوسی یکمی ما که این همه نول شده میوه سته بعد این چهارمش سر میشود. ضرب یک در درجه ضرب یک ضرب دو در درجه مینوسی چهار انا این حاصل میتونم نول از میلیون میشه از چند میلیون میشه کاراشین. خب انا این رقم حاصل میشه اینجا دو تا دیگه خب میوه این رقم میشه انا خیلی خلاصی گپ همه همین را جمعش میکنیم. ده از انمخال رفتن میگیرن نول نه همینطوری اگر شما که اینا اینجا نتیجه همین میشه. خلاصی گپ اگر شما که بخواین که در حقیقت اینجا یک آورده بمونین یک طور شما اینا اینجا را نگاه کنید. اینا اینجا را خوش واقع هسته ما تا این انمخال تقسیم کردم ضرب زده اومدم هنمی قلمه گرفتم این همی قلم نتیجه هنمو 99 شد. خلاصی گپ بگیم اگر که شما همی تقسیم کنید با ایدوم بدیم با 100% باوری خطی پیشکی میگیم تا که بعد این یک دو نولی دیگه میاد بعد دو نول با دو یکی دیگه میاد. خلاصی گپ نه جوابتون انیق شدن میگیره. اینجا با چند رقم دیگه ما شما نویسوندم الان 99 شدن میره و عاقبت اینجا چی میشه؟ یک میشه. برای که وقت ما کمتره یا مثالی را تری کارش میتونید تو بینید که خیلی وقت میگیره برای هم کمتر سوز چید. خب اگر ایش را بگیریم با ایش ایده بدتره ایش اینه پیشکی میگیم تویم نه سه اصلا 14 را کار کنیش با ایده بدتره و همین قدم معنی میکنه. خلاص که اساسی معنی درس منای امی عبارت بود که شما نمی کار کنید تا سیستم حسابا چی کار کنید یاد بگیرید این نمونه خطی فهمانده میتونید و اگر قذف داشته باشید خودتون میگیرین با ایروی امیو کار میکنین دیگر رقم رو هم برآوردن میگیرین که اینجا حتما ضرب زده میرین یک شم میگیرین ایشم میرین رفتن میگیرین همینطوری میشه. فرمول متماتیکش کمتر برای آدمایی که متماتیک خطایی که سر کار ندارن وزن میتون میغلطه. خب به هر حال یاد میگیرین سوال میغلطه خطی همتون خیلی خب همتون تا برای کار انامی معنی ایسا را ویران کنه اگر انامی مثال بود که معنی ایسا را که ما خیلی ویران کنه تو مایه را کفتیم که خیلی وقت اگر خود سلامت و سر بلند بشه.